با مثبت اندیشی به موفقیت نزدیک شوید. مثبت اندیشی و رسیدن به موفقیت به معنی انکار مشکلات و افکار منفی نیست، بلکه مواجه شدن با آنها و گذر کردن از طریق راهکارهای تمرکز بر اندیشه‌های مثبت است. فکر می‌کنید افکار مثبت چگونه چراغ راهی برای رسیدن به موفقیت در زندگی میشه؟ این ویدیو به شما کمک میکنه تا بدانید چگونه با استفاده از استراتژی ها و راهکارهایی مبتنی بر مثبت اندیشی می توانید الگوهای منفی را تغییر داده و اعتماد به نفس خود را تقویت کنید تا به موفقیت نزدیک شوید. اولین راز موفقیت در زندگی مثبت اندیشی می باشد. اولین قدمی که برای موفقیت باید بردارید دور کردن افکار منفی و انسانهای منفی نگر از خودتان است. چرا؟ چون افکار منفی شما را از مسیر خواسته هایتان منحرف می کند. افراد منفی نگر دائما می خواهند به شما ثابت کنند که به خواسته هایتان نمی رسید. پس از رسیدن به موفقیت باز می مانید. بنابراین اگر می خواهید موفق شوید بهتر است از این افراد دوری کنید. برای دور کردن افکار منفی میتونید از مدیتیشن، ورزش کردن، خواندن کتاب، گوش دادن به موسیقی و استفاده از ماساژ استفاده کنید. بنابراین اگر میخواهید به خواسته هایتان برسید و موفق شوید بهتر است در ابتدا به افکارتان سر و سامان دهید. فراموش نکنید که یکی از اصلی ترین و مهمترین عامل منفی نگری استرس و اضطراب است. به همین دلیل اگر فردی هستید که به سرعت دچار استرس می شوید و دلشوره می گیرید بهتر است با راهکارهایی مؤثر استرس خودتون رو مدیریت کنید. می توانید چند نفس عمیق بکشید و یک لیوان آب بنوشید تا در لحظه به شما کمک کند. موسیقی آرامش بخش گوش کنید، به طبیعت بروید، به آسمان نگاه کنید، زیر نور خورشید قرار بگیرید و از زیبایی طبیعت لذت ببرید تا سطح انرژی خودتون رو بالا نگه دارید. افسردگی نیز از دیگر عوامل بروز افکار منفی است. بنابراین سعی کنید از عواملی که منجر به افسردگی شما می شوند دوری کنید. با استفاده از تفریحات سالم، مراقبه، شنا کردن، بغل کردن افرادی که دوستشان دارید و حس خوبی به شما میدهند، نگاه کردن خودتون در آینه و لبخند زدن در طول روز که یکی از راهکارهای عالی برای شروع روز شما میتونه باشه. راه رفتن روی چمن، دراز کشیدن در طبیعت میتواند تأثیرات شگفت‌انگیزی در رفع افسردگی ایجاد کند. حال با توجه به شناخت دلایل منفی شدن افکار و راهکارهای مقابله با آن و تلاش برای مثبت اندیشی و مثبت ماندن در زندگی روزمره می توانید پله‌های رسیدن به موفقیت را سریعتر طی کنید. با توجه به ذهنیتی که از رشد و پیشرفت دارید به شما نشان می دهد که با اندیشه های مثبت و روش های مرتبط می توانید به رشد شخصی، دستیابی به موفقیت در زندگی خود بپردازید. نظراتتون رو برام کامنت بذارید. یادتون نره لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. اگر دوست داشتین برای دوستانتون رو هم بفرستین.